من بهترین مسلمانم، بهترین مسلمانم، بهترین. چه خیلی سخت خوردن میخواهم. بله، وقتی افطار نزدیک آمد. با مزه می نماید. سمبوسه، مرغ بریان، ششلیک، شیرینی ها. از کدامش گیرم؟ مرحمت، هر چیزی میخواید، همه‌اش با مزه. اما نه این؟ نه این. و باز نه آن؟ و این. و اون، و اون، و این، و اون، این، آن، این، آن، این، آن، این، آن، این، آن، 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 آن. میخوریم ده میخوریم. از آن، او شروع. بعدی چند دقیقه اقامت. باید نماز خونم. شکمی من. تو بهترین مسلمان نیستی. تکرار کن باری دیگر. همان روان قدم زنان در تاجیکستان. من چی در افطار میخورده باشم؟ سلام علیکم بابا، ضیافت مخصوص برای شما. گلچقند، الحمدلله. رحمت پسرم. ای افطار ایستاخیر محترم، ضیافت برای افطار گیرید. اوه رحمت. ببخشید کماندیر، حجتم رو در خانه ماندم. حجت رو نباید در خانه ماند. این به تو برادر و این به شما افیسر. واو، شاید جریمه نمیکنید؟ با افطار رویم خوبش؟ با اون مکن. اینک خوردنی ها تیار. از آن الحمدلله. بسم الله. خورما میخورم. خیلی خورما را دوست میدارم. چه خیلی راحت میکنی. مرغ پاچه های شیره دار. ببخش، تو رو چند مدت میگذارم، لیک باز برمیگردم انشالله. تو بهترین مسلمانی. تو بهترین مسلمانی.